تن بیجان بهرالله را از بیمارخانه تا نزد در منزلش آوردند و به قبرستان بردند. طبیبان نگذاشتند پیوندان به جسد نزدیک شوند. این ساکن شهرک غانچه ناحیه دوشتیج با نشانه‌های بیماری کووید 19 بیمار بود و روز 12 می فوتید. همه روزه چندین عکس و نوار از گوشه‌های کنار تاجیکستان پخش می شود که جسدها را زیر چاره‌های احتیاطی خود طبیبان به خاک می سپارند. بعضیش را بدون خواندن نماز جنازه زیر خاک می کنند. به اطلاع رسمی شمار عمومی گرفتاران به کرونا ویروس روز 12 می به 729 نفر برابر شد. تا این دم 23 کس از این بیماری جان باختند. اما نشر نام و نسب آنهایی که با نشانه های این بیماری فوتیدند به مراتب از آمار رسمی زیاد است. اکثر بخش های بیمارخانه ها با سبب زیاد بودن بیماران ساکنان را قبول نمی کنند. مثل اینجا بیمارخانه مرکزی شهر کولاب. کارانتین میگه خیلی دکتر قبول نمیکنه جای خودش. بدون رعایت طلبات مذهبی دفن کردن از کووید 19 فوتیدگان باعث نگرانی مسئولان کمیته دین هم شده است. رئیس کمیته دین سلیمان دولتزاده به نمایندگان سازمان جهانی تندرستی گفته است که با رعایت همه طلبات گیگینی دیدن روی میت، غسل دادن و در قبر نهادن آن از جانب حداقل یکی از شخصان نزدیکش میان جامعه ما بسیار حساس است. نماینده سازمان جهانی تندرستی هم اظهار داشت است که روزهای نزدیک توصیه‌های خود را وابسته به مسائل ذکر شده بیان خواهند داشت.